آریانا سعید در حالت نشأه و خوشگذرانی و دفاع از حقوق زنان. هدف ساختن نهادی برای دفاع از حقوق زنان در امریکا از آریانا سعید چی می باشد؟ آریانا سعید در ترکیه مصروف چی کار باره است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدا، محبوب، ناماشنا و یکی از چهره‌های شناخته شده در صنعت موسیقی افغانستان است که از شهرت و محبوبیت خاص در میان هنرمندان افغانی برخوردار است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. وی در کشور ترکیه زندگی می کند و در آنجا دوباره خواسته برندی از لباسهایش را افتتاح کند. هرچند آریانا سعید کارهای هنری خود را در سرتاسر جهان انجام می دهد و چند ماه قبل به کشور امریکا رفته بود و در آنجا نهادی به خاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخته است. آریانا سعید همیشه در برنامه‌های مختلف سیاسی در سرتاسر جهان اشتراک می‌کند و اولین دختر خانم افغانی بود که توانست در پارلمان اروپا برود و آهنگ اجرا کند. جدیداً آریانا سعید با شبنم ثریا تصاویرش در صفحات مجازی درز کرده است که کاملاً در حالت نشأه و خوشگذرانی میباشد. ولی این کار آریانا سعید که وی خواسته دفاع از حقوق زنان کند آیا حقیقت دارد و یا هم خیر؟ و یا مانند هزاران افغانی دیگر خواسته نامش در صفحات مجازی شهره شود؟ شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.